سلام رفقای موشکاف من. دوستان لطفاً گوشهای مبارک رو بگیرید. صدای جیغ از جگر برآمده علی گدا تو رسانه های پشمالود و کش اندود ولایت بدجوری به پچ افتاده. به گمانم خبراییه. آره خبراییه. ما برای بود و نبود نظام می جنگیدیم. لذا اگر خدا نخواسته ما در عملیات مرصاد موفق نمی شدیم، معنیش این بود که تمام نتیجه 8 سال دفاع مقدس رو از دست می دادیم. و من خاطره از ایشان بگم، فرمودن که موقعی که من تو گردنه مرصاد بودم، سید احمد آقا از قول امام یک دستوری به من داد. گفت که آقای شوشتری، شما که تو قرارگاه نجف هستید تو منطقه غرب، بودن و نبودن شما یعنی مجموعه سپاه پاسداران دشمن رو باید دفع بکنه. اینجا دقیقا اون تنگه چارزور رو همون مرصاد. اون وقت اینجا الان تابلوشو بگیری 10 کیلومتر اونا به اسلام آباد، 5 کیلومتر پایین تر دیگه تا سراهی حساب بکنی همه درگیری بود. عجب تب کشداری این تب سرنگونی. لامصب 26 ساله داره دماسنج میترکونه. آقا 26 سال گذشته، شما هم که هی جشن میگیرید که سرنگون نشدید. خب آهوناله الانتون واسه چیه؟ الان از چی میترسی؟ انهدام واقعی از اینها به عمل اومد، اما باز ما میبینیم که چون که خدا مهر بر قلب‌های اینها نهاده، بعد از این اتفاقاتی هم که برایشون افتاده، برای مابقیشون باز میبینیم به عنوان مزدور تو این ور اون ور ازشون استفاده میشه. آها، منظورتون اینه که 30 سال دارید میزنید میگیرید منهدم میکنید، اما دشمنای نظام همچنان هستن و هی بیشتر میشن ها؟ گرفتم. پس جیغ و داد اون روز علی گدا هم واسه خاطر همین بود نه؟ امروز منافقین در آغوش آمریکا قرار دارن، در جلسات گوناگون در کمیسیون‌های کنگره آمریکا شرکت میکنن. انتری کجاست که جواب این تلس شکسته رو بده؟ بابا جون آبو بریز همونجا که میسوزه. خوشم میاد هیچ که به اندازه خود علی گدا نمیتونه آدرس دقیق مرزشو بده. یعنی لاکردار انگشت ناقصشو عد میذاره همونجا که میسوزه. خب اینجوری کار موشکافم ساده میشه. این نشستیه در منطقه تجاری لدفانس در حاشیه پاریس. میزبان تهمانده های گروهک تروریستی منافقین و دعوت شدگان هم برای سخنرانی همنشینان دائمی این گروهک از آمریکا جان بولتون، فرانس تانسند و پاتریک کندی، از اتحادیه اروپا استیونسن و از فرانسه هم برنارد کوشنر. هدف این نشست براندازی و تغییر نظام با حمایت آمریکایی ها. علی گدا چرا جدیده رو نشون ندادی؟ چیه؟ جیگر نمی کنی؟ ها؟ آخه این چه تمونده گروهکیه که این همه حامی تو کل دنیا داره، بعد ام القراضه مقتدر ولایت رو اینجوری بیت داره میلرزونه. بدبخت. خب اگر راست میگی نشونش بده. چرا این یکی داد و فغانتو به جای اینکه صوتی تصویری بدی بیرون مکتوب دادی بیرون؟ اینو بگو. شبکه وابسته به شاهزاده های خانواده سلطنتی عربستان در اقدامی بی سابقه با قطع برنامه‌های عادی خود سخنرانی مریم رجوی را پخش کرد. تلویزیون العربیه با ترجمه همزمان سخنان این کنگره که در پاریس برگزار می‌شد تأکید کرد که اکنون سخنرانی فرمانده مخالفان ایران در حال پخش است. این اقدام شبکه وابسته به سعودی‌ها که مقر آن در دبی است در شرایطی است که تاکنون سابقه نداشته که یک شبکه تلویزیونی خبری بین المللی سخنان او را به این شکل پوشش بدهد. دیریم رام دام دارم رام. به این ترتیب رسانه های علی گدا کار موشکاف و ساده کردن.
یعنی خودشون 26 سال پیشو به امروز بس کردن و به زبون اشهدشون درد ولایت رو کردن. درد کله پا شدنه، درد بود و نبوده. دوای این درد تو دکونه هیچ عطاری پیدا نمیشه. علی گدا بی خود نکنال نکن، ایستگاه آخره هری. شکار